بابت رفتارهای سفید همسرتون قدردانی کنید. به خدا وظیفه‌شون نیست خیلی کارا. نگید وظیفه‌ش من زنشم بچه‌شم. نه، خیلی مردا زن و بچه رو ول کردن رفتن. همین کارا رو هم نکردن. تو این اوضاع اقتصادی واقعا باید مرد باشی بتونی مسئولیت زندگی رو به دوش بگیری. واقعا سخته. خودتون میدونید استرسایی که مردا میکشن حتی ما خانم‌های شاغل نمیکشیم. چون پشتمون باز بگه مرد اینجا گرمه، پدر، شوهر، باز می‌خوایم از اون کمک بگیریم. شما نمیدونید مرداش استرسایی میکشن. واقعا نمیدونم. منم نمیتونم بفهمم و من چیزی که تو اتاق درمان دیدم رو دارم میگم. میدونم اگر یک زن مهارت داشته باشه از همسرش به وقتش تشکر کنه. ما یه سری تکنیک‌ها داریم جلوتر بهتون میگم. ریوارد سیستم مغز همسرمون رو فعال میکنیم. سیستم پاداش، شرطی سازی کلاسیک. یعنی تو یک شرایطی رو فراهم کنی. من چرا میگم خانوما میتونن زندگی رو بسازن اگه بلد باشن؟ مردا نمیتونن به این خوبی‌ها. زنا خیلی بهتر میتونن. اول از اینکه زن کانون خانواده است و زنی که آگاه میشه نسل‌های بعدی رو داره نجات میده. مادر شاد میتونه بچه شاد تربیت کنه.